وجود این همه جنایت هایی که از دو طرف صادر شد ملت یکدیگر را بخشید. البته بعدا معلوم شد که شما بخشیده بودید. شما این کینه و نفرت را، البته منظور من فقط یک نفر است و اون کسانی که در اطراف او کرکرانه جمع شدند، معلوم شد که شما اون خنجر و اون سنگ رو در بغل نگه داشته تا به یک فرصت دیگر. اما ملت یکدیگر را بخشید، با صدری باز، با سینه‌ای باز، با دلی باز یکدیگر را با آغوش کشید. و شما دیده بودید، همه میدونن که از سال 97 تا 2010 تقریبا تاجیکستان چقدر رشد داشت، تاجیکستان چقدر رو به انکشاف بود. در تمام گزارش‌های بین‌المللی نام تاجیکستان در گروه کشورهای بود که رو به ترقیات است. بنده خودم تقریبا صدها سخنرانی در خارج داشتم برای تبلیغ نمونه تاجیکستان که چگونه همزیستی مصالحت آمیز بین تمام احزاب و تفکر و جهان بینی